ویدیو قراره این سایه جذاب و مشتری پسند رو با هم یاد بگیریم. مرسی که همین الان لایک میکنین. اول از پلت رنگدونه استفاده میکنم، با یه براش تخت روی مرکز چشمم میذارم، با یه براش فید متوسط از بیرون به داخل فید میکنم و بعد نم وقتی که براشم خیلی کم رنگ شد به سمت بالا پرتابی فیدش میکنم. از براش فید بزرگ استفاده میکنم و سایه پودری دقیقاً زیر آرگ ابرو جایی که پف پلک دارم خشک میکنم و بعد از شاینم به طور مستقیم روی قسمت چرب استفاده میکنم. دیگه نیازی به چسب ندارید. ببینید وقتی که میریزه زیر چشمم اگر خیلی خوب و تمیز خوش بکنین اصلا نمیچسبه به پوست. از هایلایتر هم استفاده میکنم برای جلوی چشمم و بعد از خط چشمم برای داخل چشمم استفاده میکنم و کامل بلندش میکنم، فیدش میکنم و بعد خوش میکنم. اگه میخوای متریال رو بدونی عدد 48 رو کامنت بکن، تمام متریال رو برات دایرکت بکنم. بعد از اینکه خط چشمم رو فید کردم به سمت پایین، از براش فید کوچیک استفاده میکنم و رنگ قهوه‌ایمو زیر قسمت مشکی و روی پوست میذارم، کامل فیدش میکنم و از براش تخت استفاده میکنم و خط چشم مشکی روی بن موژم میذارم. بچه‌ها کلاسای محرم سفر توی شهرهای تهران، شیراز، مشهد، اصفهان، یزد، سنندج یادتون نره حتما کپشن رو بخونین که تور اقتصادی شهرستانا رو میدونین ما برگزار میکنیم و تو هر شهر یک بار میایم. خب یه خط چشم خیلی کم رنگ میکشم برای پشت پلکم به حالت کشیده و اون رو با سایه مشکی به سمت داخل به صورت اوریب فیدش میکنم. از هایلایترم برای زیر ابروم استفاده میکنم. قبلش کانسیلر زدم که اینقدر براق و خوشگله. 16